خدمت تمامی بچه‌های گل رحمانی هستم، دبیر رسمی آموزش و پرورش و در حال حاضر درس اقتصاد رو واسهتون تدریس خواهیم کرد. بچه‌ها امروز می‌خوایم یک تست از درس 1 اقتصاد واسهتون حل کنیم که روند کار دستتون بیاد و انشاءالله ویدیوها رو دنبال کنید، واسه دوستاتونم بفرستید که هر روز و یا هر 2 روز یک بار یک کلیپ از نکته و تست درس اقتصاد به ترتیب از درس 1 تا درس 14 واسهتون میذارم. خب بریم که تست رو داشته باشیم. دقت کنید بچه‌ها. خب نوشته که یک کارگاه تولیدی داریم که 4000 مانتو تولید میکنه. خب که قیمت هر کدوم از این مانتوها چقدره؟ 150,000 تومان. 150,000 تومان که با فروش 3000 تا ببخشید 3000 تا از این مانتوها 270 میلیون تومان سود کسب کرد. با توجه به فروش این خانم هزینه‌های تولیدش بر اساس مقداری که سود کرده چقدر؟ نگاه کنید بچه‌ها، سوال یک نکته ریزی داره که باید حتما بهش توجه کنید. خب گفته که 4000 تا مانتو تولید کرده و 3000 تاشو فروخته. نگاه کنید الان فرمولی که اینجا ما باید به کار ببریم و این که بتونیم سوالو حل کنیم این هستش: درآمد مساوی است قیمت ضرب در کل محصول. خب الان گفته که 4000 تا مانتو تولید کرده و فقط 3000 تا رو فروخته. اشتباه نکنید که کل 4000 تا رو ضرب در 150,000 تومانی کنید که یعنی از فروش مانتوها سود کسب کرده. نگاه کنید بچه‌ها، 4000 تا داشته و 3000 تا فروخته، یعنی ما باید کل محصولی که ما فروختیم 3000 تا بوده، درسته؟ 3000 تا بوده. پس میگیم درآمد مساوی است با قیمتمون چقدر بوده؟ 150,000 تومان ضرب در چقدر فروختیم؟ 3000 تا مساوی است. خب واسه راحتی کارمون میایم صفرها رو حذف میکنیم و 3 ضرب در 15 که میشه 45 میشه 45 و صفرها رو میذاریم جلوی عدد 45. اینجا 4 تا داریم و اینجا هم 3 تا که میشه 7 تا. 450 میلیون. خب توی صورت سوال ازمون خواسته که هزینه‌های تولید رو در واقع محاسبه کنیم. خب هزینه‌های تولید چطور محاسبه میشه؟ بچه‌ها این نکته رو بهتون بگم که توی صورت سوال اگه بحث هزینه‌های تولید شد از شما سود یا زیان رو میخواد، پس به این نکته توجه کنید بچه‌ها. خب الان توی صورت سوال هزینه‌های تولید رو از ما خواسته، پس باید ما در واقع سود یا زیان این کارگاه تولیدی رو محاسبه کنیم. خب سود یا زیان مساوی است با درآمد منهای هزینه ها. خب درآمدمون چقدر بود؟ 450 میلیون تومان. خب 450 میلیون منهای چقدر از کل مانتوها سود کسب کرده؟ 270 میلیون تومان منهای 270 میلیون تومان مساوی است. خب دوباره صفرها رو حذف میکنیم. 45 منهای 27 که میشه 18. 180 میلیون تومان این کارگاه در واقع سود خالص به دست آورد. این نکته هم بهتون بگم، در صورتی که عددی که از فرمول سود یا زیان به دست میارید اگرچه مثبت باشه کارگاه تولیدی سود کرده و اگرچه منفی باشه کارگاه تولیدی ضرر کرده. انشاءالله که مفید بوده باشه براتون
تا ویدیوهای بعدی بدرود.